سلام علیکم. وقتی میخوام ویدیو رو شروع کنم میخوام سلام کنم انقدر سخت بچه ببین چی پیدا شد. بطری کامانو گذاشتم بعد توی اون چیزش عود کرد. عودو فشار دادم جا عودی باید بگیرم. سابسکرایب کنید یه پولی در من بتونم یه جاودی برای خودم بگیرم. آره سلام کردن یه ذره سختمه برام. بعد بعضی موقع هم اول ویدیو سلام میکنم بعد موقع ادیت کاتش میکنم. انقدر سلام تو مخم بوده چون اصلا خوشم نمیاد از این دختره که لوس بازی در میارن. میدونی چی میگم؟ یه وایب اونجوری اصلا نمیخوام ویدیو هم داشته باشه. میخوام شبیه خودم باشه ولی خب ویدیو وقتی میگیری یه ذره همه چی یه ذره فرق میکنه. حالا متوجه میشین آقا اینو ول کن. من دیشب اول اینو بگم که امروز شنبه است. خب طبق معمول شنبه ویدیومو شروع میکنم ولی امروز شنبه تعطیلیه، یعنی تعطیل رسمیه ولی واسه من تعطیل رسمی معنایی نداره. مامانم اینام رفتن سر کار دیگه، منم حس کار کردن داشتم. پا شدم البته ساعت 1 از خواب بیدار شدم به خاطر اینکه دیشب ساعت 4:30 خوابیدم ولی داشتم کار مفید انجام میدادم، یعنی داشتم کار کلاس فست اسکچم انجام میدادم. برای همین ناراحت نیستم که دیر خوابیدم، یعنی عذاب وجدان ندارم. بعد اینکه تون میخوام همه چی رو بهتون بگم. ببین من آماده شدم برم رویال. یه سری میخوام واسه ریلایی که قراره بذارم برنامه‌ریزی کنم چون هیچ وقت برنامه‌ریزی ندارم. همینجوری لباس میپوشم پامشم میرم یه جا عکس میگیرم. شاید به پیجم نیاد، یعنی فکر کنین خیلی برنامه‌ریزی شده است ولی اصلا اینجوری نیست. خیلی یهویی همیشه پیش میاد. شاید خوب بشه ولی مغزمو سرویس میکنه. برای همین میخوام برم بشم رویال برنامه‌ریزی اونو انجام بدم. تا ساعت 6 وقت دارم، برای همین الان احتمالاً الگوه روی این پارچه فوترا رو چیز کنم بکشم. دیگه چی کار دارم انجام بدم؟ دیگه بچه این مارک هایی که من کنار لباسام میزنم جنسشون پالکسیه. بعد 2-3 تا رنگشو دادم، مشکی و سفیدش و شفافشو. اینا روش یه پوستی داره به خاطر اینکه این لوگوی فلورانس با لیزر از توش در اومده. برای اینکه مثلا سیاه نشه گفتم این پوستاشو از روش نکنم و به تعدادی که میخوام بدم به کارگاه اینا رو بدوزه رو لباس. بعد دونه دونه این پوستاشو اینجوری مثل پوست گردو قشنگ حس پوست کندن گردو به آدم میده. باید این دونه اینا رو بکنم. بعد اینجوری دوخته میشه به کنار لباساتون. ایده این مارکا اینا رو من از پاچنا رو از بازار اینا نگرفتم چون اصلا ندیدم همچین چیزی. به چند نفرشون هم عکس نشون دادم گفتن که کار ما نیست. اینو به یه مغازه نزدیک خونمون هست کلا کار پالکسی انجام میده. کار اینجوری دستگاه لیزر و اینجور چیزا داره. بعد به اونجا سفارش دادم که برام بزنن. بعد فکر کنم از هر رنگ مثلا 500 تا اینا سفارش دادم. سال اول که مثلا 3 سال پیش که اینا رو سفارش میدادم دونه‌ای 1000 و مثلا خورده در میومد 1200. ولی از اونجایی که این پالکسی ها از چین میاد و با دلار بالا پایین میشه الان دونه‌ای 5 خورده همین فسقلا در میاد. همه چی گرون شده. بعد مثلا یه سریا به هم میگن که بابا ول کن مثلا
اصلا ارزش نداره، این به چشم نمیاد. مثلا برای چی اینقدر هزینه؟ چون ببین دونه 50 خورده بچه 500 تاشو خودتون حساب کنین چند تا میشه. بعد تازه 500 تا از یه رنگ. میگم من 3 تا رنگشو گرفتم، چند میلیون میشه. همین چیزی که اصلا به چشم شما، البته به چشم مشتریام حتما میاد. به نظرم مشتری فلورانس خیلی به جزئیات دقت میکنن. خودم چون که اینجوریم دوست دارم که این حس ارزشه رو به مشتریان بدم و به نظرم این چیزای کوچولو باعث میشه که هم لباس شیک در به نظر برسه، هم روی اون قضیه برند بودنه دارم کار میکنم. بالاخره اینکه لوگوم جلوی چشم باشه و وقتی شما لباستون رو جایی میپوشین این بقیه هم این لوگو به چشمشون بخوره، به مرور زمان باعث میشه که شناخته تر بشم. یعنی مثلا من صبر نکردم که خیلی بزرگ بشم بعد برم توی این جزئیات. مثلا اون اول کارم دوست داشتم که این جزئیات رو رعایت کنم. من بقیه اینا رو درست میکنم، بعدش باید این پارچه فوتره رو برش بزنم. این پشت پارچه است، روش این رنگیه، 2 تا رنگ داره، یه دونه توسی داره، یه دونه کرم خیلی کم رنگ شیری تقریبا. 2 تا رنگش هم خیلی دوست دارم، خیلی خوشگلن. ببین کل این پروسه پر از استرسه، فقط این حرکتش حال میده. این قاچه ترتمیز در میاد. من تا اینو برهی زدم اصلا طاقت نیاوردم، گفتم زود بیام بدوزمش ببینم چه شکلی میشه. ساعت 6:30 من هنوز نهار نخوردم، دارم حال میرم. ببین تو طرحی که زده بودم اینجاهاش، یعنی سر آستین و پایینش یه مدلی داشت، خب اما الان اینو پوشیدم خیلی خوشگله تو تن، همینجوری ساده و بیسیکش. گفتم یه کاری کنم، اول بیام یقش رو تکمیل کنم. این مدل رنگ کرمش یقش حالت انگلیسی میشه ولی توسیش یقش همینطوری میمونه. بعداً تصمیم بگیرم که میخوام پایینش رو چیکار کنم، چون به نظرم همینجوری بیسیکش خیلی خوشگله. اصلا نمیدونم به خاطر پارچشه، به خاطر این کپیه که خیلی دارم باهاش حال میکنم بچه‌ها. حالا احتمالا امشب تمومش کنم که برای سه‌شنبه میخوام برم عکاسی آماده باشه. برام من یه چیزی بخورم تا از حال نرفتم. این تیکه پایینش سجافش تیکه میخوره، هنوز در نیاوردم. پوشیدمش، موهای من انقدر زخیمه قشنگ یه تارش ترسیدم فکرم چیز ایراد داره پارچش. ما خونه همین همسایه رو برومون مهمون بودیم. فکر کنم ساعت 9-10 شده باشه. اصلا از اتاقم بیرون نرفتم. موقع تا دارم این دوتا رو میدوزم. گفتم که حالا فکر نکنم امشب بتونم تمامشون کنم، ولی تا جایی که بتونم ادامه میدم. من عاشق این سجافای پشتم، چقدر شیک میشه، خیلی خوشگله. من توسی هم دوختم، مدل یقش یه ذره فرق داره. الان اتو زدم به وقت که این سجافش اینا رو بدوزم تموم شه. ببین واسه یه شلوار این ستا مشگری یه جور دیگه دوختم، بیشتر دوستش دارم. با این میبینی پایینشو چیز کردم، سپیچ کردم، الان بهتون نشون میدم. بعد باعث شده که اینجوری خیلی پف وایسه. اینو بدم مامانم بشکافه، تا اینو بشکافه من این توسیه رو درست کنم دیگه بخوابم. دارم میمیرم از خستگی. ترکیب رنگشون هم خیلی خوب شدن. هم توسیه رو خیلی دوست دارم، هم که الان مثلا این چیزا انداختم رو دوشم، حالا ندارم بپوشم، فقط میخوام برم بخوابم. فقط ولی خیلی دوستشون دارم.
فردا میخوام اینو عکاسی کنم، 3 تا رو عکاسی کنم، 3 شنبه این کتا رو عکاسی کنم، ولی با هم باید حتما عکاسی کنم چون با هم 3 تاشون خیلی خوشگل میشه. بذار بپوشم اینطوری میشه. وای خدا همه صدای فوتبال تو همه ویدیو هم هست. سجاف اینجاش هم تیکه میخوره ولی خب قشنگ اتو پرس و دوخت و اینا میخوره که مشخص نشه. از صبحم خودم رو نشون ندادم، حال نداشتم آرایش کنم دیگه، گفتم بذار بیام جلوی دوربین، هی فقط داشتین دستامو میدیدین. این قراره یقینگیستی بشه، اینجاش یقه میاد و به این شکلی بچه ها. ببین من اکثر شلوارامو پایینشو میگم که هم خودم اینجوری سپیچ میکنم هم خیاطام میگم سپیچ کنن، خیلی به نظرم شیک‌تر میشه. ولی خب ببین این همونه که گفتم اینجوری سفت وای میسه، پارچه‌شون ضخیمه خیلی خمره طور وای میسه، بعد به نظرم زیاد جالب نمیشه. خود شیک‌تره ها ولی مهم خب کپ لباسه، چون این پایین شلوار اونقدر تو چش نیست. یکی مشکیه رو پرز گرفته، پرز این چیزا رو گرفته. ببین اینجوری دوختم، سردوز کردم، بعد یه سان نانزوک اینجوری دادم تو، بعدم اتو کردم. کپش خیلی قشنگ‌تر وای میسه. ساعت 12:06 است. همین الان من این توسی هم تموم کردم ولی کرم، ببخشید اینجا خیلی به هم ریخته است. کرم نصف اندوز، چون یقه بالاییشو باید بدوزم، ندوختم هنوز، کلا هیچ کارشو نکردم ولی اونو توشم دوختم. سجافش اینجوری کردم، پایینشم اینجوری کردم، خیلی خوب شد. آستیناشو فقط نمیدونم برای چی کار کنم، احتمالاً ببخشید فکر کنم خیلی تو موقع دارم اینجوری حرف بزنم. ببین همه جا الگو و پارچه و همینطوری همه چی ریخته. حالا میخوام بخوابم، جا ندارم بخوابم. بچه ها سلام. چرا سلام میکنم؟ ببین من صبح دیر از خواب بیدار شدم، ساعت 3. الان بودو رفتم بسته ها رو تحویل پست دادم. ببخشید نتونستم فیلم بگیرم، خیلی عجله شد دیگه. دیشبم خیلی دیر خوابیدم، اون تایمی که خوابم میومد نخوابیدم، ساعت 5 صبح خوابم برد. دیدی خوابت میاد نمیخوابی بعد دیگه خوابت نمیبره. ساعت 5 صبح خوابم برد. صبح تونستم ساعت 12:40 اینطورا بیدار شم. کارم خیلی عقب افتاده. امروز هم حتما دلم میخواد عکاسیمون ست رو انجام بدم، اسمش هم گذاشتم موراکو. ست موراکو رو انجام بدم ولی خب نور داره میره، من سریع برم عکاسیمو بکنم. بعدش نمیدونم چرا یه حسی بهم میگه قرار نیست عکس خوب بگیرم، ولی خدا کنه عکسام خوب بشه، چون واقعا دلم نمیخواد یه بار دیگه این کارو بکنم. البته 3 شنبه، فردا دوشنبه است یا فردا 3 شنبه است؟ فردا 3 شنبه است. فردا میخوام برم عکاسی اون کتا. خب اگه خوب نشه امروز میتونم فردا همزمان با کتا اونو هم عکاسی کنم، اما دلم میخواد همین امروز پستش کنم، چون امروز دوشنبه است. میخوام سعی کنم که شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها بتونم ریل بذارم. حالا نمیدونم 3 روز تو هفته رو بتونم یا نه، ولی خیلی دلم میخواد بتونم این کار بکنم، واسه پیجم خیلی خوبه. حالا نهایت اگه نشد دیگه چهارشنبه میذارم دیگه، یعنی فردا 3 شنبه میگیرم جفت کارا رو با هم، چهارشنبه میذارمشون، یعنی یکیشو مجبورم بذارم دیگه. ست موراکو رو چهارشنبه بذارم. برم قهوه‌ام گذاشته بودم رو گاز، خاموشش کردم سریع برم پست بیام. ماشینم دیگه تو نباید ببرم، تو پارکینگ نذاشتم به خاطر اینکه عکاسیمو بکنم سریع باید برم کارگاه یه سری لباس تحویل بگیرم. یه سفارش عمده دارم اونو باید آماده کنم تحویل بدم، نمیدونم حالا امشب میاد یا فردا، باشم همین نکردم دیگه. چی دیگه؟ همین الان مهمترین کاری که میخوام بکنم عکاسیه. یه چیزی بگم، من تقریبا فکر کنم 6-7 سال شده باشه که موهام همینطوری صافه. خب صافه بودم، چند وقتی که دلم میخواد برم مالش کنم، لیر کوتاه کنم.
تو برق نیست. رو به موقع عاشق میکنم اگه تو از پیشم بری جلوم دسته میشه. چیه اگه گفتی نامنگیش چیه؟ هرکی زودتر بگه برده. به نظرم برم یه چای مساله واسه خودم درست کنم. نه از مساله بدم میاد. برم یه چای کرک واسه خودم درست کنم. گل خونه یه من جون. چرا گوشی رو بر نمیداری؟ سوزن چرخم شکست. سوزن ندارم؟ وای یا ابوالفضل خدایا یه دونه توش هست. خدا کنه سالم باشه. سالمه. آخریشه؟ وای یعنی اگه این بشکنه الان من دیگه سوزن ندارم. از من بعیده. من همیشه یه عالم زاپاس دارم. وای زاپاس هم کجه. زاپاس کج دارم. چقدر دوست دارم. یقش خوشگل شد من. اینجاش دوختم بخور بهتر میشه. دو پر من رفیق سفر من. بچه من آماده شدم رفتم دندون پزشکی برگشتم بهم گفتش که ماه دیگه درشون میارم. فقط این با این کوتاه‌تره تو مخم بود چون وقتی میخندم نگاه کن دندون نیشام ما کلا ارث پدری تارم من. آره از ارث پدری دندون نیشای تیزی داریم. تو زندگی قبلیمون گرگینه بودیم. بچه اون گلم داره اونجا زرد میشه. چرا؟ اینجا نورش خوبه که. از یه جا میپرم یه جای دیگه. چه داشتم میگفتم؟ آها این گرگیامون تیزه. بعد نگاه مثلا وقتی میخندم اینکه پایین دندونام صاف نیست تو مخمه. بعد از یه طرف دوست ندارم کامپوزیت کنم. نمیدونم چرا ولی حس میکنم از اون من رفتم ارتودنسی کردم که اون طبیعی بودنه رو حفظ کنم. بعد راحت هرچی میخوام گاز بزنم فلان کنم. الان 2 سال تقریبا ارتودنسی دارم. حسرت به دل اینو موندم که برم مثلا یه ساندویچ قشنگ بتونم گاز بزنم. یا مامانم هم اینطوریه که هیچی طبیعیش مثلا نمیشه و الکی دست نزن. مطمئنم میخواد بگه همینجوری خوبه. نمیدونم حالا چیکار کنم. باز اونجا با دکترم مشورت میکنم. فکر نکنم حالا دکتر رو بگه مثلا کامپوزیت نکن. خیلی بعیده. ببین اینو میخواستم بگم. من آماده شدم برم بازار. فکر کنم ساعت 12:30. این پارچه جینه رو من سری پیش نمونه گرفته بودم که ببینم طرحی میتونم باهاش بزنم یا نه. الان یعنی گذاشته بودم کنار یادم رفته بود. الان دیدمش که دوباره دارم میرم بازار. میبینید چقدر خوشگله. هم توسیش خیلی توسی خوشگلیه. هم این کجراهاشو دوست دارم. سنگشورشو دوست دارم. خیلی خوبه.
ولی خب هنوز مثلا طرح براش نزدم، ولی نمیدونم الان دارم میرم بازار بگیرمش یا نگیرمش. اون روزم اگه اشتباه نکنم کلا یه تاقه ازش بود. کلا این پارچه جینایی که سنگشور میشن مثلا یه بار این سنگشور در میاد، شاید سری بعد بخوای بری بگیری دقیقا این رنگ نباشه. حالا تا دیگه نشده برم اینو میذارم تو کیفم خیلی کوچولوه، فقط یه کیف پول جا میشه و این گوشیمو باید بذارم احتمالا تو جیبم. بریم دیگه. ببین استودیو رو باید چیز کنم، واقعا تمیز کنم، به خاطر اینکه واقعا نیاز داره، خیلی به هم ریخته است. یه دقیقه واسه بهتون نشون بدم. همینجوری میزو کشیدم کنار. آها بچه‌ها راستی میزو بهتون گفته بودم جمع میشه، نگاه کن میز به اون بزرگی دقیقاً انقدر میشه. همینجوری این گلا مثلا اون اصلا آبشون داره تمام میشه، آبشون رو باید عوض کنم. اینجا می‌خواستم چقدر این قسمتیه که پاک گذاشتم اینم زود باید تمیز کنم، اینا میمونه دیگه پاک نمیشه. دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم، سرتون رو درد نمیارم. بودو که بریم. من میخوام برم بازار، با ماشین میرم تا مثلا مترو یا اشرفی اصفهانی یا مترو شهران، بعد از اونجا رو با چیز میرم، از اونجا رو با مترو میرم. So let's go. رنگای جیغی، چشم فقط توسی و کرم میگیره. اون یکی رو ببینم چه بالا، کنارم خوشگلم. سلام احوال شما خوبی؟ سلام مرسی مبارک. قیمتش یه بار دیگه بگو. متر 280 چرا؟ واسه دوخت این مارک سیلیکونیا هر کاری میکردم تمیز در نمیومد. این قسمت و این قسمتش که قراره دوخت بخوره چسب کاغذی زدم و اینجوری ناخونم که میکشه قشنگ جایی که باید سوزن ازش رد شه قشنگ مشخص میشه. بعد راحت چرخ روی این کاغذ رو میدوزه، ترتمیز و خوب در میاد. بعدم این چسبا رو میکنیم. پتو پیچ اومدم براتون یه چیزی تعریف کنم. من بازار یادم میره براتون ویدیو بگیرم، حالا یه چند تا دونه گرفتم، نمیدونم مثلا به درد بخور باشه براتون دماغم میخوره براتون بذارم یا نه. ولی دیروز بازار خوب بود، اولش اصلا خوب نبود، چند تا فروشنده خیلی بد اخلاق بودن. بعد من یه اخلاق بدی که دارم، زود انرژی آدم ها رو میگیرم. بعد انقدر وایبم بد شده بود گفتم من امروز دیگه نمیتونم مثلا کلا وقتی میخوام یه کاری انجام بدم خب آدم باید حسش خوب باشه، حالش خوب باشه، مثلا میخواد پارچه بگیره دیگه. بعد اینجوری بودم که ولش کن، حالا اشکال نداره، امروز مثلا همینجوری میچرخم میرم خونه. بعد که دیگه خدا رو شکر حالا یه چند تا فروشنده هایی که مثلا قبلا باشون کار کرده بودم و اینا دیدنم، سلام علیک کردیم، یه ذره حالا هوام عوض شد. ساعت فکر کنم 6:30 اینا بود. من 2 تا پارچه جدید گرفتم برای نمونه گیری. بعد رفتم ساعت 6:30 داشتم بدو میرفتم سمت مشیر خلوت، یهو دیدم یکی میگه که خانم رحیمی چه قلاب بافی قشنگی. بعد یهو برگشتم دیدم که اون فروشنده است که پارچه قلاب بافی رو می آورد. بعد این کلی وقت بود که میگفت مثلا پارچه‌شو نداریم و اینا. برای همین من پست قلاب بافی هم 1 میلیون ویو خورده بود، یعنی من کلی از اون کار سفارش داشتم ولی پارچه‌شو نداشتم. بعد گفتش که میخوای از این پارچه؟ گفتم اگه بدین که آره. گفت یه دونه تاقه اوکی. گفت یه تاقه نمیدونم چی. گفتم ببین من میخوام تا 5 تا تاقه هم بتونی به من بدی من اوکی ام. گفت ببین تک رنگ نمیتونم به 5 تا بدم، یه دونه میتونم بدم اگه فقط سفید میخوای. گفتم آره سفید میخوام. گفت اوکی. داداششو فرستاد، با داداشش کار میکنن.
داداششو فرستاد یه دونه تاقه قلاب بافی برای من آورد. بعد تا بیاره من بدو رفتم سمت مشیر خلوت که نوار و ریب بگیرم. ببین کسایی که آخر وقت رفتن بازار میدونن خیلی وحشتناک میشه. اون قسمت مثلا پاساژ رضا اینا رو بریزین دور، تو دل بازار منظورمه، تو اون کوچه پس کوچه ها پر معتاد، هیچ خانومی دیگه نمیبینی، همه مردن. بعد همه مغازه کرکرها رو دارن میدن پایین، تاریک، اصلا خیلی یه جو خیلی ترسناکیه مثلا یه دختر به نظرم، اصلا جای خطری هم هست. من فقط سری رفتم که سری برگردم باز پیش همینایی که مثلا میشناسمشون، رفتم گرفتم و اومدم. بعد دیگه زنگ زدم. من خب تاقه پارچه سنگینه واقعا قلاب بافی، چون که پارچهش نازکه زیاده، میدونین چی میگم، خود قلاب بافی مثلا یه دونه قلاب بافی شاید سبک باشه ولی تاقش خیلی سنگینه نسبت به بقیه پارچه ها. زنگ زدم به داداشم، خدا رو شکر تونست با موتور بیاد، چون به خاطر یه تاقه من باید 600 تومن الکی پول ماشین میدادم تا خونمون بیاره، مثلا پول اسنپ میشد دیگه. داداشم گفتش که اوکی میام. ببین انقدر شلوغ بود، انقدر پر دود بود و ترافیک بود، از دیشب من سردرد دارم دیگه. هیچی، من تا رسیدم خونه فکر کنم ساعت 8:30 9 بود، خوابیدم. شبش هم 3 ساعت خوابیده بودم. امروز صبحم عکاسی داشتم، عکاسی کتا رو داشتم. گفتم که ببین به خودم آوانس میدم تا ساعت 10:30 میخوام، بعد پامشم کارام میکنم. نمیدونم اصلا نفهمیدم که گوشیم زنگ خورده بود، فکر کنم قطع کرده بودم. دوباره خوابیده بودم، ساعت 1:30 من از خواب پریدم دیگه. بدو کارامو کردم و دوستم که قرار بود بیاد ازم عکس بگیره یهو گفت ببین من یه مشکل دارم پیش اومده نمیتونم بیام. بعد خیلی یهو اینجوری بودم که خب پس من باید عکاسی رو کنسل کنم تو خونه. امروز حتما باید میگرفتم، من بخوام یه کاری بکنم هر جور شده باید اون کار انجام بدم. گفتم اشکال نداره مثلا تو خونه میگیرم، ولی خب تو خونه چون تازه اون یکی ویدیومو گرفته بودم نمی‌خواستم از تکراری بشه، ولی گفتم خب چاره نیست تو خونه دوباره عکاسی میکنم. دوستم گفت اوکی میتونم بیام. پا شدیم رفتیم سمت ولنجک بود فکر کنم لوکیشنمون، رفتیم اونجا عکاسی کردیم و نورم داشت میرفت. من فقط تونستم یکی از کتامو یعنی کت توسیه رو عکاسی کردم. حالا ویدیو یا عکس ازش میذارم اینجاها ببینین. ببین خوبه ها. الان این فعالیت این مدلی که دارم میکنم خب خیلی دارم از تک تک ثانیه های مثلا روزم استفاده میکنم، ولی باید یه ذره مدیریت شده تر بشه. یعنی مثلا این چند وقت من اصلا وقت نکردم کتاب بخونم، کتابای متفرقه نمیخونم و همون مربوط به طراحی لباس میخونم، ولی خب اصلا وقت نکردم حتی یه صفحه هم بخونم دیگه. مثلا فیلمامو ندیدم. من خیلی عاشق فیلمم، وقتی فیلم نگاه نمیکنم وقت نمیکنم فیلم ببینم حس میکنم زندگی نکردم. باورتون میشه؟ خیلی فیلم دیدن رو دوست دارم. بعد دیگه میدونی دوست دارم یه بالانسی داشته باشه که من هم بتونم خوب کار کنم، اینو مدیریت کنم، هم بتونم زندگی شخصی خودم رو داشته باشم. مثلا من این هفته کلاس هیپ هاپ هم نتونستم برم. امروزم دوباره چهارشنبه بود، فکر کردم دوشنبه اولین جلسه است، بعد فهمیدم دوشنبه کنسل شده، امروز بوده، ولی امروزم نتونستم باز برم. اینو باید یه ذره مدیریتش کنم، ولی خب طول میکشه. کلا برنامه جدید وقتی آدم مینویسه یه ذره زمان میبره تا روی روال بیفته.